سلام علیکم. اتاق خالی هست؟ هست. فهمو کلید را بده تا که روم. چه خیل کلید؟ با شانه بالا برای درو کشاده درو. ریشکی پولش را پرداخت کن. 50 لیره. حاضر من همیون بی ناموس در کجایی؟ پدر سگ! همیونم را دزدیدن. پلیس کجاست؟ همیونم را دزدیدن. من این استانبول را در روز خوب مرا بوسه کردم. یک لحظه ایست، سرم چرخ زد. تو هم از من سخت رنجیده ای ها؟ البته رنجیدم. حق هستی، چی گویم؟ حق هستی، تو هم حق هستی، مادرم هم حق است، همه تون حق هستید، چونکه من به عقلم خودم را داشته نتوانستم. اما حل میکنم. حالا میبینی. چه خیل حل میکنی؟ مادرم ملکه برای رفتن آماده است. تو باید به من یاری رسانی. مایلش، البته یاری میرسانم. تو چی نقشه داری؟ دیگر میشوم حضرت. اصلاح میشوم. دیگر قادر پیشتر نیست. دیگر خودسرانه به عقلانه رفتار کردن نیست. حالا میبینی تو و مادرم با من فخر میکنید. انشالله قادر، انشالله. بیا. میدونستم که مرا تنها نمیگذاری. خوش آمدی. تو چه حال داری؟ من اینجا مدتی دراز نمیستم. یک دو سرودت رو گوش کرده میروم. زود به صحبت میگذاریم. آفرین. تو در کجا بودی؟ بار دیگر با آغوش میگیرم. تو رو سخت یاد کردم. در تالار آدم جوش میزند. بسیار عجیب. تو میخواهی که مرا افسرده کنی؟ ها؟ خود رو در خانه حبس کرده ای. با درس اشتراک کردنت حتمی نیست. با دانشگاه بیا صحبت کنیم، وگرنه تو رو سخت یاد میکنم. صدف میدونی که از سر من چی ها گذشت. با دانشگاه رفتن نمیتوانم. با من اعتبار نده. من بهوده و بهوده گپ میزنم. گوش کن. برای چی از من خواهش کردی که به هیچ خبر ندهم؟ آیا مناسبتتون بد شده است؟ جدا شدیم. نه خود. شما جفتی مناسب بودید. من احمق. اگر من میدونستم اینقدر مجبور نمیکردم. حالا باشد خفه شدم. نه تو از کجا هم میدونستی؟ شده گذشت. اهمیت نده. تواسم با تو میزیباد. تعبت رو خیره نکن. من با تالار میروم. مالش؟ با من نگاه کن. با یگان جا نمیروی، بعد کنسرت با میخوریم. من در کلوب. موفقیت. سوزان، تینجه است. در اینجا چیکار داری؟ چچک میخواست که از حجرهش یک چند لباسش رو گیرم. برای گرفتن اون اومدم. یعنی اگر میگفتی من خودم میبردم. نه، من در این نزدیکی بودم. برای همین خودم اومدم. خواطر نشو، من نمیستم. مایلش. شما خبر دادید مادر؟ خبری چی؟ چی ها میگویی دخترم؟ ها، تصادف یعنی.
مراسم نکاح قطع می شود و خانم سوزن به خانه می آید. همین خیل اوید اومدن گیرد. تو چی کار داری؟ اینجا خانه خودش است. مادر به شما چی گویم نمیدونم. تو با من هیچ چیز نگو. به حجره اطراف و با این رفتارت اینجا ایستاده مرا و خانم سوزن رو غمگین نکن. رو. من هم یاری میدهم. یاری نده. گفتم که یاری نده. نمیخواهم. به حجرت رفته درس میخونی یا به نوار میگیری نمیدونم. از اینجا رو. به من خلل نرسون. رو زودتر. Terk et o derdini benden almadın. Sabret sonu aynı değil. Söylüyorum dinle rüyalarım her gün aynı olmayacak. Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Gitme, kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda, yokluğunda, yokluğunda. خوب هستی؟ مرد میدونی که در چنین حالت ماشین راندن نمیتونی. خوبم. من خوبم. تو که اینقدر نوشیدی نفهمیدم. بیا من تاکسی رو جیغ زنم، با تاکسی رویم. میخواهی؟ فکر نمی کردم که اینقدر تاثیرش رو به من میرسه.